أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در جلسه قبل که خدمت شما خواهران و برادران عزیز و ارجمند بودم درباره شروط فرضیت و وجوب حج مطالبی رو خدمت شما بیان کردم. این فریضه الهی حج واقعا در دین مبین اسلام یک جایگاه بسیار والا و ویژه‌ای را دارد، بگونه ای که در یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم حج را به عنوان برترین عمل و افضلترین اعمال در واقع معرفی کردند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که ای الاعمال افضل، برترین اعمال چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان بالله، ایمان آوردن و باور داشتن به یگانگی و وحدانیت الله متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتند که بعد از آن برترین عمل چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جهاد فی سبیل الله، رفتن به جهاد در راه الله و به قصد و نیت اعلاء کلمت الله. گفتند در مرحله بعدی برترین عمل چیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند حج مبرور، یک حجی که مبرور هست، یعنی حجی که در آن فسق و فجور و گناه و معصیت انجام نشده باشد. قطعاً آن چیزی که نزد الله متعال معتبر هست و دارای این همه فضیلت هست که من در جلسات گذشته خدمت شما بیان کردم، حجی هست که مبرور باشد، حجی هست که در آن حج ما مطابق با دستور الله متعال و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده باشیم. اگر هدف ما از حج تفریح باشد، گردشگری باشد، تجارت باشد یا موارد دیگر، هیچ سود و بهره عاید ما نمی شود. انما الاعمال بالنیات، معیار ارزش و پذیرش اعمال نیت انسان هست. پس بنابراین ما چه کارهایی را انجام بدهیم که حج ما حج مبروری باشد؟ با عنوان زمینه ساز حج ما و آمادگی برای حج ما باید به چه نکاتی توجه بکنیم و چه مواردی رو مد نظر باید داشته باشیم؟ اولین و اساسی ترین مطلب در این زمینه اخلاص نیت هست. یعنی این که قصد شما، هدف و نیت شما که برای حج می روید خالصانه برای الله متعال باشد. در هدفتان، در قصد و نیتتان هیچ کسی غیر از الله متعال را مد نظر قرار ندهید. حج فقط و فقط برای الله متعال هست و برای انجام دادن دستور الله متعال
و اجرای این فریضه الهی و السلام. نه قصد گردشگری، نه زیارت، نه تجارت، هیچ یکی از این مقاصد نادرست را نباید داشته باشید. حدیثی که خدمت شما عرض کردم، رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. معیار ارزش و پذیرش هر عمل نیت هست و با هر انسانی بر معیار نیت و هدفش برخورد می شود. یعنی اگر شما هدفتون عبادت باشد، خالصانه برای خداوند متعال بخواهید حج بکنید، خب مورد قبول هست و قابل پذیرش هست در درگاه الله متعال. اما اگر هدف این باشد که پیشوند اسمتان کلمه حاجی باشد، مردم به شما بگویند حاجی فلانی، این حج ارزشی رو ندارد. چه بسا مردم به شما بگویند حاجی فلانی، این پیشوند حج را شما کسب بکنید اما رضای خدا را کسب نکردید. اما این فریضه الهی همچنان برگردن شما هست و ادا نشده، زیرا که این حجتان برای الله متعال نبوده. پس بنابراین ما باید سعی بکنیم قلب خودمان را مورد بررسی قرار بدهیم قبل از این که به حج میخوایم برویم. من برای چی میخواهم بروم حج بکنم؟ مواظب باشیم که مقاصد شومی و اهداف نادرستی و نیتهای ناخالصی در قلب ما نباشد. و این توصیه هست از جانب الله متعال که میفرماید و اتم الحج والعمره لله. حج و عمره را برای الله متعال به جا بیاورید، نه برای اغراض مادی و نه برای خواسته های دنیوی. و اتم الحج والعمره لله. و قطعا اگر شما هدفتان از حج منافع دنیوی باشد، منافع اخروی شامل حال شما نخواهد شد. الله متعال می فرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که در دنیا هدفشان زندگی دنیاست، آرایش و زینتهای دنیاست، القاب و شهرتهای دنیوی است، نوفی الیهم اعمالهم، در دنیا ما پاداش عملشان را کاملا به اونها خواهیم داد. چه بسا در دنیا به هدف خودشون برسند، اما در قیامت چی؟ میفرماید و هم فیها لا یبخسون. در دنیا چیزی از حق شما کم نمی شود و اون هدف و مطلبی را که داشتید چه بسا به آن برسید. اما در قیامت اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا و باطل ما كانوا یعملون. اما این چنین انسانهایی که در دنیا حیات دنیوی را میخواستند، زینت و آرایش و آسایش دنیا را میخواستند، سهمشون در دنیا به اونها داده میشود و در قیامت چیزی جز آتش جهنم در انتظارشان نیست و تمام اعمالی را که انجام دادن همه حبط می شود و نابود می شود. زیرا الله متعال در جای دیگر می فرمایند که هر کسی که شرک بکند الله متعال عملش را قبول نمی کند و اون را به شرکش واگذار می کند. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فقط اعمال خالص و بیشایبه نزد الله متعال ارزش دارد. در غیر این صورت عملتان برای خودتان و برای دنیایتان و برای نام و نشانتان. اما در قیامت نباید امید ثوابی رو از الله متعال داشته باشید. شعار یک مسلمان باید اون شعار ابراهیمی باشد: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. نماز من، نسک من،
قربانی من، زندگی من، مرگ من، همه و همه لله رب العالمین، مال خداست و برای خداست. در این زمینه نباید کسی دیگر را شریک بکنید. لا شریک له، الله متعال شریکی رو ندارد که ما بخواهیم بخشی از نماز ما، قربانی ما، حج ما، روزه ما، زندگی، حیات و ممات ما به اون اختصاص پیدا بکند. لا شریک له، الله متعال هیچ گونه شریکی رو ندارد و ما به این امر شدیم و بذالک امرت، من به عنوان یک مسلمان مأمور هستم و به من دستور داده شده که فقط و فقط این اعمال عبادی رو برای الله متعال انجام بدهم. پس بنابراین در این زمینه ما باید دقت بیشتری رو داشته باشیم و این اعمال را فقط و فقط خالصانه برای الله متعال انجام بدهیم. در غیر این صورت اگر ما این اعمال را برای غیر الله انجام دادیم، ثواب و پاداشش را هم باید از غیر الله بگیرید. اگر شما این اعمال را برای افتخار، برای کسب نام، برای شهرت و برای اغراض دنیوی انجام دادید، نباید از الله متعال هم امید ثوابی را داشته باشید. عمل را برای دنیایت انجام دادی، برای نام و نشانت انجام دادی و ثوابش را از الله متعال می‌خواهی، این واقعاً عمل عاقلانه‌ای نیست. پس بنابراین قبل از آن که این عمل بزرگ و برترین اعمال و این حج را آغاز بکنید، بیایید قلوب خودتان را بررسی بکنید، نیتتان را خالص و پاک و بیشایبه بگردانید، فقط و فقط برای الله متعال و برای انجام و اجرای فریضه الهی و دستور الهی به سفر حج بروید. انشاءالله که الله متعال این حج شما را از شما و تمام مسلمانان بپذیرد و این حج را حج مبروری قرار بدهد و زمین ساز و باعث بخشیده شدن و مغفرت تمام گناهان شما. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان